جلال و بشانت قسم، با پاکی رودی روانت قسم، با کوه و بدشت و بدامانی تو، با مرغی بلند آشیانت قسم که جانو. سلام برایتان بیننده گرامی، پادپیچکانی بهترین کانال و دوستانی صوت و نوا. سلام برای مؤلف این مینوس. امیدوارم از گذاشتن این مینوس در کانال شکایت نخواهید کرد، چون که این مینوس برای تمامی مخلصان کاراوکه میباشد. بله دوستان عزیز، در نوار گذشته من گفته بودم که کدومی اگر دو مصرع از این مینوس رو یعنی که اولین شدن نرسد، حتما در نوار آینده ما برایشان یعنی که اعلام میکنیم در کانال خود که این دوست عزیز ما مثلا دو مصرع سرود رو نوشته و اولین شده فیض‌الله عبداللهیف، یعنی که یک مصرع این سرود رو در کامنتاری گذاشته است. تشکر. و دوم یعنی که دو مصرع شد دوست عزیز ما با نام تاج ویکتور، یعنی که دو مصرع این سرود رو گذاشته است. تشکر زیاد که همراهی ما هستید، دستگیری میکنید ما رو و دوستان عزیز میتونید در کانال دوستان عزیز در اومده پادپیس شید. بله دوستان عزیز، آهنگ قسم بنامد ای وطن با شکل عالی است، یعنی که با یک سنتی بلند تیار شده است و کارایی که برای شما پیشنهاد میکنیم، یعنی که این آهنگ صفتی اصلی خودی یعنی که موسیقی یعنی سرودی قسم بنامد ای وطن میباشد. و دوستان عزیز، اکنون صفت ساختن کاراوکه رو من بها دادن نمیتوانم، میتوانید شما بها دید در کامنتاری نویسید. بله دوستان عزیز، پیش از اونی که من کاراوکه قسم بنامد ای وطن رو پیشنهاد شما کنم، پیش از این برای شما یک آهنگ رو پیشنهاد میکنم. شما میتوانید در کامنتاری دو مصرعش رو اولین شدن نویسید و در نوار آینده البته که برای شما ما معرفی میکنیم که اولین شده که این دو مصرع رو نوشته است. بله دوستان عزیز، نگفته نماند یعنی که آهنگ پیشنهاد شما میکنیم آهنگ تویونه است، تقریبا 10 مینوت است. آماده باشید، پیشنهاد شما میکنیم. بله دوستان عزیز، اگر شما دو مصرع این سرود رو در کامنتاری ننویسید، اگر کاراوکه ساخته نمی شود. بله دوستان عزیز، گپ رو زیاد نکرده کاراوکه قسم بنامد ای وطن رو پیشنهاد شما میکنیم. گفتی همون عروسکی پگنالی.